سوری رو بهترین بازیکن کدومشون؟ عبدالرحمن ویز آره تو پست امتیاز 8.5 رو گرفت. الان میخوام ببینم تو پست دفاع راست شماره 24 شون بود و البته که مو نداشت که به قائدی چسبیده هی میخواد سانت کنه هی میخواد سانت کنه آره خدایی از کار انداخته بود. آقا هاشم میگه بعد نبود قائدین رو نذاش کار کنه. شما یه دونه دفاع سایت‌های مختلف مؤلفه‌های مختلفی رو شما یه دفاع راستی رو AFC من AFC نمیدونم کارشناساش کیان. شما یه دفاع راستی رو به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب می‌کنید. البته AFC احسان حاج صفی رو انتخاب کرده، سایت‌های دیگه عرض کردم. حالا میگم اینی که حالا سایت‌های دیگه میگم من نمیدونم یه دفاع راست زمانی بهترین بازیکن زمین گل بزنه، بره ارسالی داشته باشه، بره حرکتی بکنه، یه کاری تو نفوذ بکنه. این که وایستاده مهدی قائدی رو کنترل کرده، شاکار کرده؟ نه مهدی یه سایت خیلی معتبریه فوتبال دیگه 8.5 نمره بهش دادن. ولی AFC احسان حاج صفی رو AFC انتخاب کرده. شاید معیارایی که اون انتخاب کرده چند تا مورد نظر شما نیست یا مورد نظر من نیست. آخه اون 8 ببین خدا چرا فکر می‌کنی همه حرفای تو درسته؟ خب اینا هم نظر دادن. نه آقا حرفای شما درسته. آقا من حرفم نیست. من کارم فوتباله. معلومه که حرف من درسته. اینجا خیابونی. آقا فوتبال هم کارش فوتباله دیگه. نه آقا اینا والیبال بررسی نمی‌کنن که خدا خیابونی. چرا معلومه حرف من درسته ولی که من کارم فوتباله. نظر هر دو عزیز قابل احترامه. دو تا سایت کارم فوتبال، حرف من درسته. من باشه حرف تو محترم. طرف به خونش هم سر نزده، یه دونه سان نکرده. شما آقای خیابانی میگی اونا گفتن، اونا کیان آقای کارشناسا این مثل تو خود کارشناسی کرده. آقا ولی مؤلف است دیگه. شما میگی یک سایتی در فلان جا. آقا من معتبره ملی مملکتم، تو با طرف منو بگیری نه طرف من یه چیزی بگم. من که نوکر تو هم خدا داد که آقا چیزی آقا بهزاده میخواد یه چیزی رو بگه. آقا ما بردیم خوشحالی میخوایم ژاپن رو ببریم. همین بهترین بازیکن انتخاب میکنیم، مثلا بحثی نیست که ما میگیم یه سایتی. آقا احسان حاج آقا من بزرگترم گوش کنید. سایت اف سی کیو معرفی کرده؟ احسان حاج صفی. سایت فوتبال هم گفته بازیکن سوریه، دعوا نداره که. فوتبال یکی از معتبرترین سایت‌های فوتبالی ها. آقا من یه چیزی بگم. کل دنیا تمام گزارشگرا موجیا استفاده آقا وحید یه سایت جهانیه. آقا اونو من کاری ندارم. اجازه بده بگم. اجازه بده فوتبالی میگه. خب ببین کارشناساشو من میدونم. ولی معیارایی که اونا قرار میدن برای انتخاب بهترین بازیکن شاید با نظر من فوتبالی فرق کارشناس این سایت پول گاسکوینه، پول اسکورز، گری لینکر. بازی مسخره سوریه رو ببین آقای خیابانی، کارشناسی دارم میکنه آقای خیابانی. الان پول گاسکوین به اون رأی داده، اونجا نوشته پول اسکورز، گری لینکر. آره باور کن بیا من نشون میدم. آقای شمسی یه نکته می‌خواستم بگم، بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که اصلا از حرفا بیاین بیرون. نه ببین آقای خیابانی میگه که دلیل نمیشه هر چی تو میگی درسته. آقای خیابانی بازم میگم دلیل نمیشه هر چی تو میگی درسته. شما درست میگی آقا. آقا وحید داره توضیح میده. نه در مورد تی اس جی داره توضیح میده. آقا وحید بفرمایید. آقا جان یه تی اس جی داره. بله. امتیاز بندی میکنن بر حسب آمار. بله. درست یا غلطش با خودشون. من میخوام یه چیزی بگم. صبر کن وحید جان. مردمی که دارن تلویزیون دارن نگاه میکنن، مردمی که دارن فوتبال نگاه میکنن، مردم به من بگن از این دفاع راست سوریه چی دیدن که سایت آقای خیابانی میگه اون سایت من نیست. میگم سایتی که آقای خیابانی میگه. بذار حرفم تموم شه. سایتی که همه دنیا نگاه میکنن. اصلا نمیذارید. خب بگید. میگم مردم دارن میبینن. مردم بیان بگن آقا این دفاع راست سوریه تو بازی امروز جز این که هی گرفت برگردوند عقب، سانت کرد، دور زد، سر زد، نمیدونم تو گل در آورد، بر اساس چه معیاری این آقا شده بهترین بازیکن زمین؟ مهدی سایت من بگم حاج صفی امتیازش 8.4 بازیکن سوری امتیازش 8.5. خب AFC احسان حاج صفی رو آقا انتخاب کرده، سلیقه است، مؤلف است. دقیقاً آقای شمسایی گفتن آقا تی اس جی مثلا تعداد پاسایی که به مقصد رسیده نسبت به آقا ولی بریم سراغ آقای شمسی. این سایت زده ولی آقا عزیزی درست میگه. آقا احسان حاج صفی برای ما آقای احسان حاج صفی، شما که فوتبال بازی کردید، من میگم آقا بازی که من دیدم و بازی که مردم دیدن، میدونی بعد چی ما یک 45 دقیقه بازی کردیم، نیمه اول سوارم بودیم، موقعیت گلم داشتیم.
اگه بازیکن ما رو انتخاب کنن، مثلا مهدی طارمی، نمیدونم احسان حاج صفی، رامین رضایی، ما سوار بازی بودیم همش. تیمی که همش تو دفاع بوده، تیمی که بعد از 10 نفره شدن ما باز هم زوری نداشته. من فوتبالی میگم آقا چجوری این با دفاع راستی که هیچ کاری نکرده تو جریان بازی، هیچ کار مثبتی توی آقا یه وقت ساند میکردی که میزد تو گل، خودش شوت میزد، دوتا میرفت تو 18 قدم. احسان دوتا بعد جالبه احسان حاج صفی رو که جلوی این بازی میکرده AFC انتخاب کرده، این اومده این سایت انتخاب کرده. مگه میشه جفت اینا به حالا نتیجه گیری کنیم که AFC یکی انتخاب کرده، این سایتی که آقای خیابانی گفتن اصلا یه جا اینجا ما انتخاب کنیم. آقا اصلا کاری نداریم، ما خودمون برنامه هستیم، ما مرجع هستیم، برنامه تلویزیونی هستیم، خودمون میتونیم مثل نیمه اول که انتخاب کردیم. آقای شمسی شما کیو در پایان بهترین بازیکن ایران مثلا بازی؟ علی بیرانبند. علی بیرو. علی بیرو دفاع راست سوریه. آقا وقتی نماهنگ در مورد تیم ملی ببینید، وقتی پل گاسکوین انتخاب کرده من چیکارم؟ آقا